بسم الله الرحمن الرحیم. راستی ما در یک کشوری به نام دموکراتی مثل که در شعارها هست، کشوری دموکراتی، کشوری حقوق بنیاد زندگی میکنیم و موافق همین نامی که هست، شعارهایی که هست، کنستیتوسی هم داریم، قانون اساسی هم داریم و قانون اساسی حقوق همه انسان ها را تأمین میکند و کفالت هم داده است که مثلا هر گروهی که میتوانند حزب تشکیل میکنند یا همون حزب را مثلا حزب خودشون از بین میبرند، این یک حقوقی و گروهی همون حزب است، یعنی اعضای حزب. اعضای هر حزب وقتی با چه گرفته میشود، با قید گرفته میشود و در وزارت عدلیه نامنویس میشود و یعنی اعتراف میشود در جامعه، دیگر دخالت شخصانی بیرونه با این کار حزب که این حزب فعالیت کند یا نکند، دخالت شخصانی بیرونه دخالتی بی منطق به نظر میرسد. برای اعضای یک حزب لازم است، یعنی وجود یک حزب در جامعه لازم است، همین مردم خودش بدونی مثلا دستور دادن، بدون نامه تشکیل کردن، بدون همین مردم اگر توجه نداشته باشند و حزب خود از بین می رود. وقتی که مردم توجه نکنند، پایگاه مردمی نداشته باشه، پایگاه مردمی که نداشته باشد، هر حزبی به قطعی نظر حزبی نهضت، هر حزبی باشد از بین می رود خودش. ولی مثلا مثل حزب نهضت اسلامی اسلام که یک حزب معتدل اسلامی است، حزب معتدل مذهبی است، من همچنین یک اعضای یا یک عضو شورای سیاسی این حزب، بلکه همچنین یک شخص عادی من جامعه مسلمان خطر در آن میبینم که مثلا از بین رفتن یک چنین حزبی معتدل از بین وقتی میبرند، به زوری و به هر راه و به هر وسیله کوشش میکنند که از بین برند. این البته در جای این چندین گروه های پیدا میشن، چندین سازمان ها و تشکل های پیدا میشد که دیگر پیش روی اونها رو گرفتن مشکل میاد. حالی که مثلا مسلمان ها یک حزب قانونی داره، ما مثلا تمامی فعالیت های ما در نزد تمامی مردم و در نزد رهبریت کشور مثل آینه روشن است که ما مثلا حزب نهضت چیکار کرده است و چی دارد میکند. اما وقتی این از رسمیت برآمد، گروه های دیگر از بسیار جاها سر میزنند که اونها را دیگر فعالیت های پنهانی اونها را زیر نظر گرفتن خیلی مشکل میشه. به خاطر همین من در بستن حزب نهضت چیز مصلحت نمیبینم برای همچنین یک مسلمان، همچنین یک تاجیکی همین کشور، یک شهروند همین کشور با زوری به این راهی که کوشش کرده دادن نهادهای علاهیده برای بستن حزب نهضت، به این راه هر حزب رو بنده مگر فایده نمیکنیم. غیر قطعی نظر از که حزب نهضت است کدام حزب دیگر است، خود ملت و تن این دولت فایده نمیکنه از این چیز. این چیز از مسجدها صدا بلند میکند، از امام خطیب ها از اینا صدا بلند کرده است. خب اگرچه فرمایشی هم باشد، خودی برادران ما امام خطیب من یک بار هشدار میتونم که بستن حزب نهضت بستن مساجد است. اینا انتظار باشن وقتی حزب نهضت بسته میشد، انتظار باشن که مساجد یک تا آهسته پی هم بسته میشن و اون نقشه که در مثلا جمهوری ما رفته استفاده است برای از حیات جامعه دور کردن اسلام، این چیز با مثلا تدریج رفته استفاده است این کار. بسیاری مساجد هم میاد این روز.